سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: شهادت 22 تن در پی جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ساعت اخیر در کشور. برگزاری نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی در کابل. و برگزاری نشست مذاکراتی تا 2 روز دیگر میان ایران و آمریکا. امروز چهارشنبه 19 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. حافظ محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که طی 24 ساعت گذشته بر اثر بارش باران و وقوع سیل 22 تن از هموطنان شهید و 32 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای حماد این رویدادها در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، زابل، هرات، نیمروز، فرا، غور، بادغیس، بلخ، سمنگان، جوزجان، فاریاب، ننگرهار، لغمان و کنر رخ داده است. و می‌افزاید که 52 خانه به گونه کامل و 195 خانه به طور نسبی تخریب شده و حاصلات حدود 200 جریب زمین نیز از بین رفته است. بر اساس یک خبرنامه دیگر، قریشی بدلون آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار اعلام کرده است که شب گذشته در پی فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی شیرزاد این ولایت 7 عضو یک خانواده شهید شدند. به گفته آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی روز گذشته سال جاری خورشیدی در قصر مرمرین برگزار شد. معاونت اقتصادی با نشر خبرنامه‌ای گفته که در این نشست طرح‌های ساخت یک مارکت تجارتی در ناحیه یاول شهر کابل، ایجاد کارخانه اصلی تولید برق از طریق سوختاندن و پروسس کثافات در شهر کابل و نیز مونتاژ و تولید تدریجی تراکتور و ماشین‌آلات زراعتی در ولایت‌های قندهار، هرات و بلخ بحث شده است. این معاونیت افزوده که طرح‌های یاد شده پس از بحث برای ارزیابی تکنیکی و اقتصادی به اداره مربوطه راجع شده است. ساختمان مرکز صحی چمتله 2 در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با هزینه $147,000 آمریکایی از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت ساخته و به بهره برداری سپرده شد. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت ننگرهار میگوید که این مرکز در زمینه به مساحت 2 جریب زمین ساخته و دارای 12 اتاق، سیستم آبرسانی، 32 کیلووات برق آفتابی و دیگر امکانات لازم می باشد. و در آخر آکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده که دور نخست مذاکرات میان ایران و آمریکا در مورد توافق برای پایان دادن به جنگ قرار است روز جمعه در پاکستان برگزار شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن با آتش‌بس 2 هفته‌ای توافق کرده و این مدت دو طرف برای دستیابی به یک توافق صلح کامل مذاکره خواهد کرد. گفتنی است که نخستین مذاکرات حضوری ایران و آمریکا از زمان آغاز جنگ خواهد بود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.